خیلی خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی ایدرامن. الان 31 خرداد، دقیقا همین 10 دقیقه یه رو پیش کد مرس جدید اومد. ما اومدیم تو این ویدیو براتون کد مرس رو قرار بدیم و شما اون جایزه رو بگیرید. فقط حواستون رفقا باشه که بعد کد از ویدیو بیرون نیان، چون ما قراره یه کارت جدیدی هم که اومده رو بررسی کنیم. خب حالا بریم کد رو بزنیم رفقا. این بالا 3 بار کلیک میکنید. حالا بچه‌ها من کد رو تو ادیت این بغل براتون میذارم ببینید و حالا اسکرین شات بگیرید، رو بنویسید توی دفتر چیزی ببرید وارد کنید. هر کیم بهتون بگه از این کد من میخوام بهت 1 میلیارد بدم، 400 میلیون بدم، همش دروغه. خودمون اومدیم بررسی کردیم و واقعا این نبود. خب رفقا کدو من زدم و گرفتم جایزه‌شو. باز حالا فردا حتما کدوشو براتون میذارم. حالا رفقا ببینید یه موضوعی هست، اینه که شما میان روی این ماینو میزنید، همین مارکتینگ هم اولیو میرید پایین. رفقا میرید پایین، اینجا ما یه کارت جدید داریم، لایر زیرو اسمشه. حالا خلاصه رفقا این کارت پول خوبی میگیره، پروفیت خوبی هم میده. یعنی اونایی که میخوان پروفیتو خیلی بالا بیارن، واقعا مثلا به خاطر 30,000 بخوای 1,000 تا پروفیت بگیری، واقعا خیلی میارزه. فردا حتما براتون اون 3 تا کارت جدیدو میذارم که 5 میلیون جایزه رو بگیرید. حواستون باشه رفقا بعضی کارتا نیازه که فرند باشه، که حالا باید فرندا رو اد کنید. مرسی که تو اینجا ویدیو همراه ما بودید و حتما چنل رو سابسکرایب کنید که ویدیو جدیدمون رو از دست ندید. من توی این چنل براتون ویدیوهایی میذارم از بازی همستر که بتونید کدها و جایزه ها رو بگیرید. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.